این اسپاک کنکورسای همگی دوتا یا که سه تا کامیتی شده گه من قطعی علاقه دا برومد امروز انا همو نویگری هایی که بون نگو که همین ویدیوی خود سبب شده باشه همین ویدیوی خود سبب شده نظر جان. سلام درود به پایان برادرها و خواهرها. این اسپاک نه در گیوای نه در کنکورسای این اسپاک رو خدا را شکر کو دایم در خدمت های مهاجرای ای برادرمون عباس پنجی ای راستی گپ من همین پیش نوار رو سر کردن یا چی به خاطر شما میرسانم همین چند نواره که قطعی همین عباس جان پنجی کردیم ما به خاطر او کردیم که فهماندهی شود. بله بیشتر انسان ها کو در زیر کامنتاری هم در روم هم در عباس جان هم گفتن که همین نوارای شما را دیدیم ما چه خیر رفتن مون اومدن اون همشه فهمیدیم. بله با این خاطر پیش از برنامه را سر کردن بازم اینا عباس پنجی در خدمت شما هستیم. بنده عبدالله بوبیوف دستگیری شما همه وقت پیشروی ما است. با این خاطر دستگیری را فراموش نکنین. هر چی بو نفهمو میشه در زیر کامنتار بنویسین. امروز انا همو نویگری هایی که در گرانسا شیدگی ای باز هم قطعی عباسشون یک گپ میزنم خیلی نویگری هاش دیگه بله. سلام علیکم ان شاء الله آواز میکنم. سلام علیکم برادر عزیز خانم که ما کسا سربلنده قطعی خارجی ان شاء الله صحبت میکنیم. سلامت باشین. سوال نوبتی اول عباسشون همین که برای چی بیشتر انسان ها کو اون اوخلی یا کی نه خلی 7 نفره میگیرن شما همین 4 نفره گرفتین؟ ای حضرت ایمینای برای برادرایی که حجتاشون کمتر چتوقن الحمدلله تا هست اگر خدمت در خدمت این برادرو یورو درو اهمیت نمیدن. چی با که این ماشین خوبای تاکسی که نمیزنه از جون کمی در کم تاکسی میزنه. میفهمم چی با که جوی 7 نفر داد 4 نفر میگی 3 نفر دیگه ضرر کرده. نه حضرت جون ما الحمدلله ماشین کلون هم داریم و این خدمت میرم گوگو هفتش در سینوس الحمدلله میریم اونم پسینم دایم مدام بدکین میغلطن حضرت با همه ماشیناتون هم خیلی گفته بگذار کی بله چورودمانی هست حضرت جون پرادو هم هست انا اون ماشین نیسانوی کامفورت سیمیمسی هم هست چورودم همش هست همش در خدمت مهاجرا ان شاء الله. سر میکنیم ای نویگری ها چی نویگری ها شده که گپ زن برادرو بفهمن چی خیلی برادر عزیز الحمدلله که اسوزیات قطعی هم خوری الحمدلله مصخانوس داریم نسبت همین گرانیسا الحمدلله خیلی بهبودی خوری جون با خدمت در داخل گرانیسا بهبودی رو میبینیم خدمت راحت میکنیم از جمله چگونه بهبودی بود که هم 50% زیاد میرفت پیش هم گپ پیش گرانیسا لرزه میگیره و دیتولا میدرمدن باز 95% میدرویان شافیرو میدرویان 95% قضا خم میگردم میا اوچرا جیوی 10 ماشین 20 ماشین 40 ماشین جداد مینا برابر پاساژور میگذره همیش بهتره بون نگو که همین ویدیوی ما سبب شده باشه همین ویدیوی خودمون سبب شده نظر جون بهترین خیف شافیرهای محترم راننده‌های محترم همین هر یک چیز میکنه بهشوی به فایده هر یکی ما و شما میکنیم. بله عباس جون که گپ زده اگر همین 100 نفر تماشا کردگی باشه ای 100 نفر شاید 90 نفرش بله آموخت چگونه رفتن بله 100% در پیش اکوشکا با تلفن لاغلاقنی را نه تلفن بزوگ نیم ساعت را هیچ چیگام نداره نه درسته در خزوق تلفن بزوگ میراست پاکو نمیگذارم میاد نیترالکا سپاکو میتونه کی پروفشنال جواب تیا پاساژیر محترم و دیتلو همچنین بله اگر گفتگی برین همین باید پراورکای تلفن ها رفتن نه تمام تلفن ها دیگه حضرت بیت تاچش ان شاء الله چقدر نمیشم بهتره هم تلفن در کیسه اما پاس کنترل چهارم پیچ تاکی زدن کم ترک ماشین در جداد میکنی 1 ساعت 2 ساعت یا خیلی وقت میسول پیچاد میزنن یک پرایوت کسی میخواد پاسپورت تقسیم میکنه میبره میره تمام اچی کم بوتیو موندگی کی شما میخواهید که بس کم بوتیو همین برادرایی که حجت دارن او دفعه گفته بودیم برای مسئله میگراسیونی که امیگراسیونی کارت بگذارن باید بسیارش اهمیت دادن که بعد چند توش بردیم آوردیم زنان که اکا حقیقتا گپ شما قطعی قوری درست برآمد که باید پیش امیگراسیونی 10 روز موندن یا هفته موندن بگذاریم که ان شاء الله پروسش نشه. بله همون تختوقا یا بار دیگه بگو که تختوق دیگه بسیار گپ پرسیدن چی میدونی برای چی از اجازه تختوق خیلی کم شده یعنی که مهر قلبکی میگه بله نفهمیده باشن شاید بعضی ها در زیر کامنتار بخونن می نویسن که چیه مهر قلبکی بله همون را نکنن خوبتر میشه حضرت دیگه نیست الحمدلله می دو ماه اخیر ما یک تنیم تا پاپال شد رفتیم خیاطت زده بود اکاجنگو ارونو فهمیشید همونجا جوش در قزاق در انلو رفت کرده اومد در اسیا چون پیچ زد درآمد اومد به یگو کم بود در مسئله اپا و خواهرو عزت و حرمتشون ده یا بگو شافیر راننده‌های محترم بفرما شافیر محترم خانه که ما کسا سربلنده ام گپای خدمت همین نسبت پاساژیرو معامله را فراموش نکنید برادر از یا در ماشین ما یا رو روز مهمونن در ماشین خدم در ماشین ما نگرو بگی در کار نیست هم معامله اکا این گفتیا مردا کی زپرافکا قضای حجت این وای همه شرایط رو برای پاساژیر محترم فراموش نکنید برای کی انا بسیار گروه بگی منه اخی زنگ میزنن ما را میگن اکا قطی فلونی رفتیم تو همونجا خطیمو گاب نزد
رای دراز 2.5 کیلومتر زد период یا معامله 4 دانگا خوب نیست خوری جان. بله البته اكو برادرها کو احترامشون یک طرف لیکن همین زنها را کو باید مخصوص برای که زن مادر ما مادر شما خواهر او برادر دیگه زن اپای ما اپای شما اپای اونها به هم خاطر نسبت زن خواهش میکنم احترام شه به درجه اعلا بکنین زیرا به هر صورت او ضعیفه. بله بیچاره اومده ایجاد کار فعالیت اومدگی نیست. بله با این خاطر همو خواهش میکنم که زنها را با بیشتر احترامشون بکنین. سکیتکاشو بنیم آزاد ایجا اوست زنگ بزنن ایجا زنها را اپا و خواهر و مادر را ان شاء الله سکیتکاشو میکنیم. بهترین شما هموطنای ما هستید. ما یک کاری میکنیم که برای شما آسان شود. صحبت میکنیم که مثلا در نوارهامون شما دا بفهمونید که چگونه رفتن در کار، چگونه دوجه حجت پیشنهاد کردن در کار و چگونه سخن کردن لازم. یعنی که برادرمون اگر همین را کسی رفتگی باشه در زیر کامنتر بنویسین. همین میگه که من همش فرماندهی میکنم. مثل همون معلمی که مثال گپ چگونه باید رفتار بکنی، چگونه گپ زنی، چگونه باید آرایش بتی. یک سخن کو چگونه چقل میشه. انشاءالله که پاساژیر محترم خونه که ما کسا سربلنده همه حرکت کنه که زهرانی زنگ بزنه یک مره و 10 شافیور زنگ نزنه یک خیلی میشاده از نسبت پاساژیر هم مرا زنگ میزنه مثال نرخ ده همه معلومه که یک نرخ 15000 برادر از دمو هست الحمدلله که قیمت بهیمت ارزان پری علت چی میگن دمو خیلی نیست ان شاء الله سخن 15 سوم تمام میره میاد بیاگون کم بودی خواهی ماشینش باشه خواهی ماشینش باشه خود داگون ودی تلکی مخته یعنی که در گرانیسا در سیم سعیدی بنی میره بابا احمد چای الحمدلله برادرها دیشود کریم و فای بابای امیرای برادرها بسیار اکای برهمالدین خیلی واو کازو نمبرشون نکنیم الحمدلله خیلی بسیار اینو آدمایی هستن که خیلی ما خدمت میکنیم همون خیلی قطعی پاساژیرو میدروین یا جایا میگذرن میگردن میان همین قش الحمدلله که ما ایرا سلیدید میکنیم که یک صدا و کلید اولوی نشوه. بله احترام میکنیم مثلا میفهمونین شما. بله حضرت ما کدومش خوب میگراسیونی کرد چیزی که باشه ایدون بیا تا اون خدمت رسونی میکنیم. بهترینه من روسی گپ خدی همین عباس جان طول یک سال زیاد شد کار میکنم همگی 2 تا یا که 3 تا کامنتی شده دیگه من قطعی علاقه دارم برام. بله کامنتی رو اصلاح کردن. خب این تقدیر و نصیبه. بعضی انسان ها میگه که هر چی در تقدیر باشد غیر دیدن چاره نیست. کار تقدیر جای سنجش شد دیگر نظاره نیست. چون که تقدیر رو خدای لامکان رانده قلم. او تقدیر در چیزی باشه میبینی یک نفر روسی گپ او دا گفته بودم که زنگ زد گفت که همه عباس ما رو آورد و قپیدن و خیلی کردن و ما شما در علاقه بر اومدم روسی گپ گفتی که ما باید از دشکر روی کدام یعنی که خورکر روی کدام شه و چند قدر پول گذروندم که مثلا فکر نمی‌کنم انا می کمیته دا خیلی باز هم برادر خواهش میکنم زیرا که این برادر اپا و خواهرایی که ما را احترام میکنن از مثال گپ به خاطر خداوند به خاطر خدمتشون بکنن که اینا بارم گفتیم که امانت از وطن برای ما شما. آمین جزاک الله خیر. گپ نیست راستی گپ برادر و اپا و خواهرها هر یکی ما و شما در کجایی که نباشیم باید وظیفه خودمون اجرا بکنیم. بله مثلا در وطن هم که نباشیم بیرون از وطن خدمتمون نسبت به وطن بکنیم. یعنی چی گونه همون نفرهایی که میروند همون هموطنای ما هستند. ما در همین غریبی هم که باشیم در همین ملک غربت سرا هم که باشیم یعنی که سهم خودمون نسبت خدمت به وطن میرسونیم. چگونه به واسطه همین ما باشم به واسطه ویدیوهای تربیوی عباس جان باشه به واسطه این ماشینکش که میبره هموطنا را میبره میوره یعنی خدمتشون میکنه. البته که همین نداریم بگن اینا هم فرزند دارن ما هم فرزند همه ما شما به یک خاطر اومدن که یک لقمه که مثال گپ حلال برای فرزندامون نه فقط پدر مادرمون کار بله با این خاطر ما هر کی جایی که باشیم برای شما آبادی میخواهیم که به شما فهمون بار دیگه میگم که شما ساق برین و سلامت برگردین. بله اگه عید قربان ای پیش عباس جان تمنیات شما نسبت برادر و اپا و خواهرایی که در غریبی هستند و در وطن هستند ان شاء الله برادر عزیز اپا و خواهرها عید قربان با همه ما و شما الحمدلله که مبارک خداوند کریم نگهدار تو باشه پروردگار دعا میکنیم که در وطن عزیز باشه در هر جایی که باشه پروردگار نگهدار تو باشه. برادر عزیز همه بسیارش از رجان اومدن به چرا سمالات قطعی خیر راپورتی بنوک ورزشگاه اومدن گشتن رفتن سه ماهستان با اومدن با رفتن هوایی را ما احترامانه خواهش میکنیم که در وطن عزیزان خیلی پکک ممن صبر کنن که و راهش هم خام پرویر کرد اوجا پیچادی جا اومد که مثلا راپور زد با انولات کرد هوای با مثال راست خود اینا میگرده یا خیلیش و همین ارینوس اوبلاست و سامارا میویا مشتکو و سگاچی درومادس یا خیلیش بسیار شبو اهمی ابرار گردونده است یعنی که پاتن نمیتیان نه ای دگرانی صد درسیا درماداش نمیمونه با ابراد مثال میخپا پرویکش مینا که تو اسمانات اومدی گشتی با ابراد روش مینا همیا مامین پکا صبر کنن خوبتره یعنی که سمالیات که اومدگی گردوندگیشان با کوشش میکنن که با گرانی سر بگذارن بله همون نمیتونن بسیار شگرنده است ای 10 تا 3 متر یادتاش ما دا پیش خدم دا درون اینترنت ببینیم یورا مشکلشون چیه یعنی که 3 ماه بستن بیان او 3 ماه پرا بستن همون وطن ده هست الحمدلله جایی که قوی داری پراویر کاملا سپرافکاش میتن که مثال همین خیلی سیاست محکمه که هویای گذار برا پکا صبر
дар масъалаи патент гап задем. алҳамдулилла патента нигоҳ нокарда ва миграсиони бигзананд. баъд патента вақте айсахра ва азад палучат менам бародари азиз эҳтиромона хоҳиш ки айви дачай патент 2 рӯз пеш спорида мегирам беҳтар хубтарай. бисёр шумо барои патент сӯхтагӣ ба чӣ хотир? Ба хотире ки чеке дасахра ва спорида патента гирифтай вай патент алакай 3 рӯз пеш тёрштагӣ ку ва чек меспора 5-6 моҳ аҷо корш бегирад патенти бекора. вай да асл ашибка хитчай бояд у чеке дасахра меспора ва ҳисоб накунаву чеки оёнша ай пишти патент 2 рӯз пеш чикокна спорида мегирам ка хоҳиша иншалло. беҳтарин не ки хоҳиши охирони ма ва аз ҷумла бародаро апа хоҳара ки тамошо кардисиян ҳаминае ки ҳар чизе ки намефаҳмад ку дар зери комментария бинависан кӯшиш бикӯ абозҷон ки ҳамора намофаҳмидгӣ шуда дар зери комментария ҷавобшона битед. гап нест иншалло. ин ҷониб ҷавоб додем ман мебинам комментариаро мехонам бештарша ҷавоб метиҳед лекин агар шумо ҳам ки успед накунед бародароро бигин ҳамун нафарҳое ки бо шумо мисол ҳамкорӣ мекунанд ҳамкорон ҳастанд ҳамон ҷавоб битиҳанд. бале бародаро апа хоҳарон дар охири навор ба ҳамаи шумо тансиҳатӣ хонаободӣ хоҳонам иди саиди қурбон ба ҳамаи яке шумо ҳамаи тоҷикое ки дар тамоми дунё ҳастанд муборакбод мегӯм. тантон сиҳат боша, хонатон обод боша, дар лабонатон ҳамеша ханда ҳувайдо боша. бародармон Аббосҷон дар хизмат аста. инами рахшакиш қатӣ бо чанд 1-4 рахши дига дорам. ман вошам дидагим ман махсус худум наздикои хидмат бо воситаи ман Аббос рӯй кардагим. ду сетш ки наздикои ҷиянои худум ки рафтан соғ ва саломат рафтан омадан. аввалаш худо охир худо ҳамаш гуфтум ку тақдир насиб лекин боварӣ ҳосил кардам ки бародармон дар ҳақиқат хизмат мекунад ба ки ба ҳамон ҳамватоное ки эҳтиёҷ доранд барои граница рафтаву омадан ҳуҷҷаташонро омода кардан. тансиҳат бошӣ Аббосҷон, саломат хуб бошӣ, саломатита фаҳмем ҳама ки дар хизмати бародаро бошӣ, апа бошӣ. ҷазакалло хайр. барои дастгириётон бори дигар ташаккур. тансиҳати хонаобод бошен. бори дигар иди саиди қурбон ба ҳамаи шумо муборак. раҳмат. саломат бошед. саломат бошед.